سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک. سلام آقا، بعد از خرد و خاکشیر شدن طلسم ولایت، حالا نوبت تیکه تیکه شدن طلسمش تو منطقه است. یعنی این اختاپوسی که سالها بود همینجوری چنگالاشو فرو کرده بود تو تن منطقه، حالا داره چپ و راست سیلی میخوره. یه روز وزیر کشور لبنان میکوبه اینجوری. نهادالمشنوق وزیر کشور لبنان گفت رفع تحریم‌های اقتصادی رژیم ایران توانایی آن را در دخالت در امور داخلی کشورهای خاورمیانه دوچندان می‌کند و به افزایش تنش‌های فرقه‌ای و افراطیگری منجر خواهد شد. بعد هنوز عظما از گیجی سیلی لبنانیا در نیومده که یهو کف گرگی وزیر خارجه یمن میاد تو صورتش، اونم اینجوری. وزیر خارجه یمن: طوفان قاطع موفق شده است خط هوایی از تهران را متوقف کند. بعدم در حالی که طوفان عربی زده عمامه ولایت آشولاش کرده، به ناگهان سفیر عربستان با یه لگد چرخشی هم تو سینه شیخ میکنه و هم تو کم سیدعلی. سفیر عربستان: آنها می‌خواهند که بر تمامی منطقه تسلط پیدا کنند. مقامات آنها هیچ ابایی ندارند که به صورت علنی بگویند که چگونه افتخار می‌کنند که 4 پایتخت عربی را تحت کنترل خود دارند: بیروت، دمشق، بغداد و صنعا. ما هرگز هیچ تاخت و تازی را بر علیه پادشاهی عربستان سعودی و متحدین آن تحمل نخواهیم کرد. حالا اصل حرف چیه؟ اصل حرف همونیه که رئیس جمهور ترکیه گفت. ترکیش میشه get بابا، انگلیسیش میشه get out، فارسیشم میشه گم شده. رجب طیب اردوغان اعلام کرد رژیم ایران و گروه‌های تروریستی میبایست از یمن بیرون بروند. رفقا، چرخ نیلوفری رو میبینید چطوری میچرخه؟ آخونده 35 سال تموم تو منطقه باد کاشتن، حالا دارن طوفان درو میکنن. حالی گدا، اون زمان که جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود ها. اون زمان که بمب چسبنده میبردی تو این کشور و اون کشور حساب این روزا رو نکرده بودی ها. حالا بخور طلسم ولایت و طلسم منطقه‌ایت که در و داغون شد. یه طلسم اختناق مونده که اونم به زودی میتره کنیمش. سال 94 سال موشکافی عمق شکافای عظماست. عید 94 بر همه مبارک.